در بدن ایجاد میشه. حالا در مورد اینکه رژیم غذایی ما در ماه مبارک رمضان چه چیزهایی باید باشه و از چه مواد غذایی بیشتر باید استفاده بکنیم که سلامت کلیه هامون تضمین بشه، سوالی که حتما ازتون میپرسم آقای دکتر. اما الان خانم پاپی عزیز از لرستان از شما سوال دارن. خانم پاپی سلام عرض میکنم حضورتون، خواهش میکنم سوالتون رو مطرح بفرمایید. با سلام خدمت شما با آقای دکتر. اگه میشه من سوالم و شرح حالم از روی سونوگرافی که انجام دادم از کلیه‌ام بخونم. بفرمایید. کلیه راستم به طول 130 میلیمتر و از ضخامت پارانشیم 18 میلیمتر و کلیه چپم به طول 88 میلیمتر از ضخامت پارانشیم 9 میلیمتر. بعد اکوی پارانشیم کلیه راستم طبیعی، مقداری فولنس در سیستم نمیدونم درست میخونم، پیلوکالسیه. بله، کلیه راست و همراه اتساع لگنچه قطر آپی برابر با 23 میلیمتر با نمای UPG و خفیف در کلیه راست دیده می شود. از ضخامت پارانشیم کلیه چپ کاسته شده، هیچونفروز گرید 3 در سیستم پیلوکالیسین کلیه چپ دیده می شود که مطرح کننده UPGO مزمن در سمت چپ است. بعد کلیه هم سنگ نداره. بعد حالا سوالی که از آقای دکتر داشتم اینه که من پزشکم بهم گفته که کلیه سمت چپم تقریبا 10% کار میکنه و کلیه سمت راستم هم وضعیت مشابه این داره ولی خب داره کار میکنه. و اینکه من خواستم بپرسم اینا اگه کلیه سمت راستم رو عمل کنم این میتونه نجات پیدا کنه مثل کلیه سمت چپم نشه یا نه؟ من شما مطالعات دیگه هم انجام دادید، عکس رنگی یا اسکن هسته‌ای از کلیات؟ بله اونا هم انجام دادم. انجام دادید؟ بله. اونجا آخرین سونایی که انجام دادم. اونجا هم گفته که به اصطلاح این انسداد UPJ یعنی که محل اتصال حالب، اگر در این عکس به اصطلاح نگاه بکنید این لگنچه هست پلویک، اینم یورتره یعنی حالبه. UPJ میگه محل اتصال این لوله حالب به این لگنچه تنگه. بله این تنگی رو این حالا شدت تنگی رو اونجا اسکن باید به ما گزارش بکنه که آیا این انسدادی در چه حدی است. اگر شدت انسداد بیشتر هست، متوسط است و خفیف است، من حالا با توجه به اینکه باید این عکس‌ها رو آدم خودم ببینم یا دکتری، من قطعا نمیتونم به شما عرض، ولی سوال به اصطلاح جواب کلی که خدمت شما عرض میکنم با توجه به سونوگرافی که شما گزارش رو خوندید اینجا گفته که تنگی خفیفه، ولی سونوگرافی تنهایی نمیتونه در مورد اظهار نظر بکنه. عکس رنگی یا IBP و اسکن هسته‌ای است که پزشک رو به اصطلاح تکلیفش رو مشخص میکنه که چیکار باید کرد. من ماه 8 بارداری هستم. بله اگر باردار که هستید من اصلا نباید کاری با کلیهاتون داشته باشید. انشالله بعد از وضع هم به سلامتی انشالله چند ماه بعدش باید اینو پیگیری بکنید. جهت اطلاعات رو میگم این چیزی نیست که جدید ایجاد شده باشه، این چیز مادرزادیه، تنگیه که به صورت مادرزادی هست. والا نمیدونم چند سالتونه ولی من 27 سالم. بله این 27 ساله که با شما هست و وقتی که 27 سال کلیه‌تون تنگه و کاملا از کار نیفتاده، کلیه خب به درجات آسیب دیده، میتونید با همین به اصطلاح با بررسی بیشتر انشالله بعد از وضع حملتون تکلیف کلیه رو انشالله مشخص کنید. دیگه داشتم اینکه من میتونم طبیعی زایمان کنم برای کلیه مشکلی به وجود نمیاد؟ بله اینکه چه تکنیکی زایمان انجام میدید این خارج از تخصص من است، باید متخصص زنان تصمیم بگیره، ولی هیچ ارتباطی طبیعی مشکل نداره. بله نه هیچ ارتباطی اصلا بین نوع زایمانتون و آسیب به کلیه‌تون وجود نداره. بله متشکرم. خواهش میکنم با شما خداحافظی میکنیم خانم پاپی عزیز و آرزوی سلامتی برای شما و نوزاد عزیزتون داریم. خداحافظتون. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر در مورد سوال خانم پاپی که توضیح دیگه باقی نمونده. نه کاملا. خیلی متشکرم. من سوالات زیادی آماده کردم که از نظرتون بپرسم، منتها الان طب فیزیکی بخشی از برنامه ماست که بینندگان همراه ما این بخش رو هر روز پیگیری میکنن. خواهش میکنم این بخش رو هم ملاحظه بفرمایید. انشاءالله با ادامه گفتگو در کنار شما خواهیم بود. خدا سلام. در
در ادامه تمرینات مناسب برای دردهای ناحیه کمر و پشت، حرکتی که به افزایش انعطاف پذیری مهره‌های این ناحیه کمک میکنه و همچنین باعث تقویت عضلات اطراف مهره‌ها میشه، به این ترتیب هست که در حالت 4 دست و پا روی سطح قرار بگیرید. بعد سعی کنید با پایین دادن افزایش قرص ناحیه کمر و بالا به سمت بالا کشیدن شانه ها و سر و گردن یک انعطاف پذیری رو به مهره‌های این ناحیه بدین. تو همین وضعیت باقی بمونید و بعد عکس این حالت رو به خودتون میدین، یعنی قرص ناحیه پشت رو زیاد کنید، به سمت بالا ببرید و سر و شونه ها رو به سمت پایین متمایل کنید. تو همین وضعیت بمونید و این حرکت رو تکرار کنید. حرکت بعد به این ترتیب هست که در حالی که در حالت اول قرار گرفتید، یعنی زانوها روی زمین و کف پاها روی زمین قرار گرفته، یکی از دستها رو بلند کنید و بازو رو صاف در حالت افقی نگه دارید. تو همه وضعیت باقی بمونید، دست رو به حالت اول برگردونید، این حرکت رو با دست دیگه انجام بدید. بعد همین حرکت رو با پاها انجام بدید، یعنی در حالی که کف پاها رو زمینه، یکی از پاها رو در حالت افقی قرار بدید. تو همین وضعیت باقی بمونید و این حرکت رو با پای دیگه هم تمرین کنید. بعد از اینکه مدتی این حرکات رو تکرار کردید و به استحکام مورد نیاز رسیدید، یعنی تونستید که به راحتی این حرکات رو انجام بدید، میتونید این حرکت رو با یک دست و پای مقابل انجام بدید، یعنی مثلا دست راست و پای چپ و دست چپ و پای راست. همونطوری که در اول صحبت گفتم، این حرکات باعث افزایش قدرت عضلات ناحیه کمر و پشت میشه و کمک میکنه که در طی فعالیت روزانه این عضلات دیرتر احساس خستگی کنن و شما درد کمتر در طی فعالیت روزانه داشته باشید. ادامه این تمرینات رو در جلسات بعد ملاحظه خواهید کرد. خب باز هم خوش آمدید به برنامه خودتون. ما همچنان در خدمت جناب آقای دکتر حسین کرمی، متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار هستیم و داریم در مورد بیماری‌های کلیوی و ارتباطش با روزه‌داری صحبت می‌کنیم. همین الان هم آقای دکتر خانم جوادی عزیز از تهران، خانم جباری عزیز از تهران پشت خط هستن. سلام عرض می‌کنم حضور شما خانم جباری، سوالتون رو مطرح بفرمایید. سلام، صبحتون بخیر. سال شما بخیر. متشکرم از برنامه خوبتون. خواهش می‌کنم. من کلیه‌هامو سونوگرافی دادم، خود کلیه‌هام سالمه، فقط 2 تا سنگریزه 3 میلیمتری تو کلیه‌هام دیده شده. بعد می‌خواستم ببینم روزه ضرر داره یا نه، چون که من اصلا کلاً آب کم می‌خورم. بله. چون دکتر گفته مثلا روزی 12-14 تا لیوان آب بخور، ولی من اصلا کلا میلی به آب ندارم، یعنی در طول روز شاید 2 تا لیوان آب بخورم. خواستم ببینم چون من کلا در حالت عادی هم آب کم میخورم، الان روزه بگیرم مثلا مشکلی ایجاد میشه یا به مرور زمان به کلیه‌ام آسیب میرسه یا نه؟ اشکالی نداره این سنگا؟